اگر از هوس کسی که دندان طلا میکنه، دندان طلا از هوس کردن حرام است. کسی دندان طلا دارد نان خوردگیش حرام نمیگه، لیکن در نمازش، در عبادتهاش همین عملش چی میشود؟ خلل پذیر است. باید که دندانهای طلا را از دهن جدا کنه بگیرد. علاج ندارد. از هوس باشد، از زیبایی باشد، هیچ وقت به دندان طلا شما چیکار نکنین، کوشش نکنین، هوس نکنین. دندان طلا در صورت رخصت است که اگر ضرورت باشد میلش، لیکن ضرورت نباشد، برای هوس و برای زیباییش این حرام است. اسلام این رخصت نمیدهد. پیغمبر خدا را حدیث چندین بارها به شما گفته گذاشتیم که حتی چله طلا را در دست یک جوان دید، حضرت از دست او گرفت، چیکار کرد؟ پرتافت در زمین.